باز آمدم به کوی تو ای قبله امید. ای مادر که ساعت جانم سرای توست، باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو. ای مادر که جان و دل من فدای توست، باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو. ای مادر که جان و دل من فدای توست. آه مادرم مادرم جان، مادرم مادرم، ای مادرم مادرم جان، مادرم مادرم، ای مادرم مادرم جان، مادرم مادرم. غمخواره سینه من در فراق تو، آن کس که هست از غم من با خبر خداست. آگه نبودم از غم به مادر ولی، مرگت پیام داد که به مادر باز. آگه نبودم از غم به مادر ولی، مرگت پیام داد که به مادر باز. آه مادرم مادرم جان، مادرم مادرم، ای مادرم مادرم جان، مادرم مادرم، ای مادرم مادرم جان، مادرم مادرم. مادر بی خواب خشکی زیاد دم نمی روی، جانم فدای روی تو من زیر مبارکت. مادر بی خواب کعبه من خاک کوی توست، قربانی خاک کوی تو من دل مبارک.
موسیقی و آهنگ، نوا و صدا در هر ضرب ساعت، هر ضرب دل، هر روز و شب و هر نفس تازه ما فضای مادی و معنوی ما را فرا گرفته است. یعنی موسیقی آهنگ بود، هست و خواهد ماند. پس به کل شما دوستداران عالم صنعت، عالم موسیقی درود میگوییم و باز هم برنامه جدیدی خاطره ها را پیشنهاد شما میگردانیم. این شام باشد باز هم دست خواهیم برد به شاهکاری های عالمی موسیقی، یعنی از مکتب بیزوال حافظ خلقی تاجیکستان استاد ظفر ناظموف خواهیم گفت و باز هم چهره کشایی خواهیم کرد نفری را که نابسته از آن که ساحه‌ای که فعالیت میبرد از موسیقی دور است ولی اخلاص و هوس و حوصله خیلی زیاد دارد به عالم موسیقی، به مکتب بیزوال حافظ خلقی تاجیکستان ظفر ناظموف که با اهل گروه مطربان صاحب تجربه به اینجا حاضر شدند. عبدالشکور یوسف خوش آمدید، میگویم سلام و تشکر زیاد. و چون برنامه را با یکی از آهنگ‌هایی، با یکی از سرودهای بسیار هم بیزوال، بسیار هم ماندگاری استاد ظفر ناظموف شروع کردید، بسیار هم خوشحال شدیم و مطمئنیم که یک شام خاطرمان خواهیم داشت با شما اهل بینندگان تلویزیونی سفینه. سپاس میگوییم برایتان و بیاید برنامه را با گفته های خود استاد ظفر ناظموف شروع کنیم که زمانی گفته بودند با همراهی هنرمند مخلصان پیر میشوند. ولی امروز ببینید که خوشبختانه ما همین است که تماما عکس حال این گفته ها ثابت یافت، یعنی اثبات خود را یافت، زیرا امروز مخلصان ظفر ناظموف از نسل جوان حتی از نسل نورس هستند و خواهند ماند در هر دور و زمان، وابسته از آنه که چگونه سرودها چگونه آهنگها موده است، حتما که ظفر ناظموف را گوش میکنند مردم. و امروز باشد خوشبختانه شما با تار نیز سرود میسرید. بسیار هم خوشحال شدیم. بیاد از همین تاریخش گویید که چگونه شد شما دست زدید به عالم موسیقی. من از خردیم بسیار در آینه نیلگون صنعتکاران رو تماشا میکردم و آنها تار می نواختند. استاد ظفر ناظموف، مثلا شیرعلی جورایف از ازبکستان. و من هم به همین اسباب موسیقی بسیار شوق و رغبت پیدا شد. پدرم زید بودند که من به مکتب موسیقی روم، حتی که دادرم برای تولک نوازی به مکتب موسیقی میرم و من گفتم که من مانیتو من روم. یک روی کردم و اما مکتب موسیقی رفتم رباب نوازی به، لیکن حالی رباب نداشتم. اون وقت از چوب و تخته همین تار کشیده، اون وقت همون پرده هم خودم کشیده بودم. 14 ساله همین 16 ساله شدم، یک آواز دیگرگون میشد، آواز کودکی. همون وقت آواز من ویران شد. وقتی که همون وقت سرودم خوندم، بعد چند کس گفت که ای تو این آواز دغلت قطعی صنعتکارم نمیبراید گفت. بعد همون وقت من رو 70 شدم، با کنسرواتوری آمدم. در اونجا دانشجو ایستاده بودم، من گفتم که مرا با یگان استاد 6 مقام شناس کنید. گفتم که همون با استاد زایشو حیدر مرا شناس نمودند و استاد مرا گوش کردند و گفتند شما ضرب دایره رو کمتر گم میکنید گفتند. بعد ناجوری هم هستند، رو 70 نشد گفتن اینا اصلاح شونده هستند. گفتم چیکار کنم استاد؟ گفتم این درس آمدید گفتن یک دایره میبیارید گفتم. اول دایره نوازی یاد میگیرید، بعد دیگر اسبابو یاد میگیرید گفتم، بعد سرود میخونید گفتم. با استاد کار کرده. بعد من گفتم استاد نمیشه، گفتم من با آزمون روم. بعد گفتن همه شما ژانر سرودهای حلقی و گفتن لیریکا و نغز صدایتون هم طوری میگیرد گفتن. همون سرودهای استاد ظفر ناظموف، دوست مراد علی قطعی اگر با آزمون روید گفتن همون جای نمایان میگیرید گفتم. خیلی بعد گفتم چه خیلی استاد گفتم من نمیتوانم سرود خوانده این سرودهای خوانده گفتم. بعد گفتن که همین یک گپشون به من بسیار یک وای روحی بخشید، قوت روحی بخشید که 1% مهارت است گفتن و 99% این مهنت و همون تمرین است گفتن. اگر شما کار کنید میشه گفتن. بعد استاد قطعی همه روزه ما مشق میکردیم، آواز هم جور شد و مثلا ریتم هم یاد گرفتم. بله و امروز نیز اشتراکدار آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من میباشید. بله.
برایتان دشوار نبود تیاری دیدن و یکی از سرودهای بسیار نامداری استاد رو اینجا سرودن؟ البته موسیقی این یک رویه دشوار است، لیکن من همون وقتی که وقتهای خولگیم هست، مثلا یا که در راه روان هستم، همون سرودهای استادان بسیار گوش میکنم. خودآموزی میکنید؟ خودآموزی میکنم. حتی که از خردی هم در یادم هست وقتی که در آینه نیلگون جشن استقلالیت میرفت، در همونجا پدرم میگفتن که انا این آواز میگفتن، انا این سراینده گفته، همون استاد ظفر نوزیموف نشان میدادن و همون صدای آینه نیلگون بسیار بلند میکردن و بعد میگفتن که یگان کس گپ نزند. بعد همین خیلی ما در همونجا یک مهر پیدا شد به من که منم مثل همین کس صنعتکار میشم. گفتم و یک همونجا نیت بودم. یعنی از آوان خردسالی گوییم علاقه مهر نسبت موسیقی محض از مکتب خاصه استاد ظفر نوزیموف پیدا شده است در دل شما. بسیار خوب میشد اگر باز هم یک آهنگ دیگر را منظور همگان سازید. گلدسته تو را جستم، عشق رفته باز آمد. گلدسته تو را دیدم، عمر رفته باز آمد. گلدسته تو را جستم، عشق رفته باز آمد. گلدسته تو را دیدم، عمر رفته باز آمد. هر صبح سعادت با یاد تو میخیزم. هر صبح سعادت با یاد تو میخیزم. بر روی خزان گشتم، اشک از دیده میریزم. بر روی خزان گشتم، اشک از دیده میریزم. گلدسته تو را جستم، عشق رفته باز آمد. گلدسته تو را دیدم، عمر رفته باز آمد. از اشک روانی من گل در شور از آراید. از اشک روانی من گل در شور از آراید. زانجا که گذر خواهی گل بندم بگه سوید. آنجا که گذر خواهی
گل بندم بگه سویم گل دستم گل دستم گل دسته تو را جستم عشق رفته باز آمد گل دستم گل دستم گل دسته تو را دیدم عمری رفته باز آمد کشتی محبت را بیراق ظفر باشد کشتی محبت را بیراق ظفر باشد قدی چون الفت را به زر و زبر باشد قدی چون الفت را به زر و زبر باشد گل دسته گل دسته گل دسته تو را جستم عشق رفته باز آمد گل دسته گل دسته گل دسته تو را دیدم عمری رفته باز آمد عشق رفته باز آمد گلدسته از قطار همان سرودهایی است که تا به هنوز صدا می‌دهد در قریب که همه محفل‌ها، تا به هنوز در یادهاست، در خاطره هاست و عموما گیریم تمام سرودهای ظفر ناظموف همین گونه سرودهای ظفرمند می باشند، در هر دور و زمان صدا می دهند، یعنی از خاطره ها زدوده نمی شوند. دست زدن به این گونه مکتب از آن دلالت می دهد که شما احساس موسیقی دارید، شما در دل محبت نسبت موسیقی بسیار بزرگ است. وقتی که میخوانید چگونه ترس، هیجان فرا نمیگیرد، چون مخلصان ظفر ناظموف مخلصان بسیار هم زیرک و هوشیار می باشند. البته کمبودی همه وقت هست و انسان باید وقتی که به من این کمبودی ها رو میگویند، من پیشتر بسیار اندوهگی میشدم، خفه هم میشدم، لیکن من با مرور زمان فهمیدم که این خطاگی ها رو وقتی که به من میگویند من باید خرسند شوم. من خرسند میشم و از بالای همین کمبودی های خود من کاربری میکنم، برطرف میکنم همین کمبودی ها رو. البته انسان به خطاگی نیست، در آینده حرکت میکنم که تکمیل دیم همین کسبم رو خوبتر بهتر نوازم و سرایم. بهترین و کی انتخاب کردین سرود رو؟ من این سرود رو خودم بسیار دوست می‌دارم. این سرودی بود که یکمین بار من همین سرود رو اجرا کرده بودم. کی شنیدید باری اول؟ من این سرود رو در کودکیم بسیار میشنیدم و من نمیدونستم این رو کی میسراید و همون قطار همون خواندن میگرفتم. بسیار دوست می‌داشتم این سرود. یعنی شما که خودتان بسیارتر گوش کرده و خودآموزی کرده، گمان میکنیم از سبب آن که بسیار هم تکرارا به گفته خودتان گوش کرده، همین گونه یک تکمیل یافته است و همین گونه آمادگی خوب دیده. در آغاز برنامه گفتید که وقتی میدیدم ظفر ناظموف چگونه تار در دست سرود میسراید، من نیز هوس پیدا کردم تو اینکه در آغاز اول همین آموزم تار نوازی را. کدام جهتی استاد باز برایتان پسند می آمد؟ استاد بسیار یک آوازی با قوت دارند و این گونه من در یگان جا این گونه صدا رو نشنیده بودم. یک آوازی مرغوله‌دار، یک آوازی بلند بود. در جشن‌های استقلالیت سرود می‌خواندن، همون ای کشوری من، همون یا که جانم وطنم، همین می‌خواندن. با من مهر پیدا شد که مثل استاد مثلا
санаткор шавам, сароянда шавам, пайрави ҳамин устод бошам. инро бубинед ки он замон устод дар қайди ҳаёт буданд ва шумо хеле хурдсол будед. новбаста аз он ки имрӯз устод дар бари мо нестанд, вале нафарони хеле хурдсол ҳам пайравӣ мекунанд. зери лаб сурудҳояшонро замзама мекунанд. мо чанди қабл як навореро дидем ки дар шабакаи интернети ҳамин гуна пахш шуд. як кӯдаки хеле хурдсол дар маҳфиле сурудҳои устодро ки месарояд, ҳофиз ӯ зери лаб замзама мекунад. ҳар як сурудашро яъне ба хубӣ медонад. имрӯз ҳам ҳамин гуна ихлосмандон ҳастанд, ҳамин гуна ҳаваскорон ҳастанд. мо аз ин хеле шод мегардем ва дар идома боз ҳам бовар дорем ки шумо сурудҳои хубро овардаед. суруди навбатие ки ман мехоҳам ба мухлисони устод пешниҳод кунам, ин суруди туро ёба мебошад. марҳамат кушка. هر جا که کنم خانه آن خانه تو را یابم هرگز نروم جای آنجا نه تو را یابم هرگز نروم جای آنجا نه تو را یابم گر خواب کنم شبها ور خانه روم تنها گر خواب کنم شبها ور خانه روم تنها در خواب تو را بینم در خانه تو را یابم در خواب تو را بینم در خانه تو را یابم در صحبت هر شمه کفروخته شد شمه گرد سری و گردان پروانه تو را یابم گر جانب میخانه آیم پی پیمانه گر جانب پیخانه آیم پی پیمانه در دست میا شما پیمانه تو را یابم در دست میا شما پیمانه تو را یابم
سر بکشم خرقه در بر شوم غرقه در هر صدف پنهان دردانه تو را یابم از قطب غسل جامی میزد در گمنامی از قطب غسل جامی میزد در گمنامی اندر تو وحدت بیگانه تو را یابم اندر تو وحدت بیگانه تو را یابم امروز که شما همچون یک هوسکار، همچون یک اخلاصمند چنین سرودهای بسیار خوب که با درجه عالی گویم اجرا شده است، روی کار آمده است، گوش میکنید و پیوسته تمرین میکنید، یعنی تکرار میکنید، در گویم تربیت یافتن ذوق و سلیقه شما البته بی تاثیر نخواهد ماند. در برابر این تربیت میکند تا اینکه همین گونه گویم شعرهای بلند مضمون را انتخاب کنید اگر خواهید که خود شما یگان سرود یگان آهنگ ایجاد کرده باشید و عموما همین خیلی حواس گویم بود و هست. البته من هر یک صنعتکار میخواد که خودش سرودهای خود رو داشته باشد و کمپوزیسیون خود رو ایجاد کند. البته در من هم خیلی فکرها بودن. زهیر شاهیدرов گفتن که شما باید اول سرود استادان رو، یعنی همون قالب موسیقی رو باید یاد گیرید. گفتن شما میگذارید با ایجاد سرودهای خود، یعنی اول پورا مکتبی استادان رو آموخته برایید، یعنی تربیت یابید. بله. و آزمون نیز محض سرود استاد را شما آماده کرده ایستادید و با همین سرود برآمد خواهید کرد. همین خیلی من برای آزمون سرود آفتابی استاد رو تیار کرده ایستادم. قبل از این سرود مادر رو اجرا کرده بودم و در ناحیه اسماعیل سامانی جای سیم رو اشغال کردم و در آینده آرزو دارم که لауریات آزمون شوم. آن سرودهایی که امروز به اینجا آورده تیار کرده و تقدیم بینندگان شنوندگان ما کردند، طول چقدر وقت تیاری دیدید؟ البته برای این خیلی وقت زیاد طلب میکرد. کوشش کردم که ما زودتر تیار کرده در برنامه اشتراک نماییم. در آخر من میخواهم یکی از سرودهای معروفترین استاد ای کشوری من رو که هم در جشن استقلالیت بسیار صدا میداد، همون رو تقدیم مخلصان استاد گردانم. اگر یگان کمبودی باشد از مخلصان استاد عذر میپرسم. میدونید در آخری نگویم برنامه تقدیم بیننده کردن این سرود خیلی خوب است، چون همین گونه در جشنواره ها نیز استاد در آخر هم خیلی با یک آواز مرغله‌دار تنتنوار اجرا میکردند و همگان به شور و شوق می آمدند. اما نیز عین حال امید بر آن میبندیم که همین گونه هوسکارانه هم که باشد بسیار خوب و عالی اجرا خواهید کرد. بار دیگر خوش آمدید. تشکر که شامی ما را منور کردید. تشکر زیاد. دوستان عزیز، اینجا با تقدیم باز هم یک ترانه دلنشین برنامه امروزه خاطره ها را جنبست خواهیم کرد. برایتان خانه آبادی را تمنا میکنیم. آیا ای مردمی آزادم این بر
از آریافت سرودم هر که شد رو به نیازی درودم شویست از آریافت ای کشوری من ای سروری من ای کشوری من ای سروری من ای دوری من دورانی من ای وقتی به پایانی من ای دوری من دورانی من ای وقتی به پایانی من ایا ای تاجیکی هوشیار بیدار بیا یک شهرتی پیشین بتک را تو را روحی بزرگانت مددگار وطن دار ای وطن دار ای وطن دار ای کشوری من ای سروری من ای کشوری من ای سروری من ای دوری من دورانی من ای وقتی به پایانی من ای دوری من دورانی من ای وقتی به پایانی من نویدی آمده از آلی سامان توان یابد صفا از تاجیکستان مبارک شهریار این حسن شاهی وطن دار ای وطن دار ای وطن دار ای کشوری من ای سروری من ای کشوری من ای سروری من ای دوری من دورانی من ای وقتی به پایانی من ای دوری من دورانی من ای وقتی به پایانی من